салом бинандаи азиз, барномаи ахбори озодиро бо хабарҳои охирини тоҷикистону ҷаҳон аз студияи марказии радиои озодӣ дар Прага пешниҳоди шумо мекунем. имрӯз 13 июл аст. нигоҳе ба сархати гузоришҳои барнома. мақомот дар суръату сифати пасти интернет дар тоҷикистон худи корбаронро айбдор медонанд. мушкил дар чи аст? истифодаи нодурусти телефон ё чизи дигар? درون شهر اینترنت خوبه، بیرون از شهر صفت و خصوص اینترنت نیست. فاجعه خانواده در دوشنبه، کمک‌خواهی یک پدر از مقامات برای پیدا کردن جسد دختر دویمش. زندگی در درون آب و همراه با قورباغه‌ها یا چی طور 17 خانواده در ختلان در خانه‌های پر از آب و نمناک روز می‌گذرانند. مقامات تاجیکستان میگویند یک سبب پست بودن سرعت و صفت اینترنت در استفاده نادرست آن از سوی خود کاربران است. این در حالی که مشتریان پیوسته از سست بودن سرعت اینترنت در تلفن‌هایشان شکایت و برای مبلغ‌های خرج کرده خود شرکت‌های مخابراتی و نهادهای دیگری مسئول را تنقید می‌کنند. موضوع صفت و سرعت اینترنت امروز در نشست خدمات علاقه بحث شد. همکاران ما شهلای عبدالله و علیشیر ظریفی هم آنجا بودند. برخلاف شکایت‌ها از سرعت پست اینترنت در تاجیکستان که سازمان‌های جهانی آن را ذکر می‌کنند، رهبران خدمات علاقه کشور از اصلاح وضع و آموزش و همکاری‌ها برای بهبود ستایش می‌نماید. سردار خدمات علاقه با فرمایش او گروه کاری تأسیس داده شد، چی در مرکز و چی در منطقه‌های تکنیکی جمهوری تاجیکستان و معین نمودن سطح و صفت پستی موضوع تحقیق گردید. معاون رئیس خدمات علاقه از شکایت مشتریان در مورد سطح و صفت اینترنت با خبر بوده است، ولی او دقیق نگفت که نسبت کدام شرکت‌ها و چقدر شکایت رسیده است. نسبت تعریف، نسبت نادرست استفاده بردن، لیکن اکثریت وقت می‌شود که اگه ما پشتی یکم شرکت گرفتن نیستیم، عیب از زمین نافهمی نادرست استفاده بردن. بعضی هم نشود که این شهروند اومد که میگه تعریف ما تیز بود میشه اینترنتی ما. بعد گیرون کردیم در همون سیستم همش گیرونه، هم بلوتوثش، هم پرداچ دانک، هم همینو، یعنی که از همون ایسو. به نظر بعضی کارشناسان صفت اینترنت در تاجیکستان وقتهای اخیر برعکس بدتر شده است و چنین وضعیت بستگی به شیوه استفاده مشتریان ندارد. وقتی که با شرکت تماس میگیری، با شرکت زنگ میزنی، میگوید که ببخشید از نو با کار ضرورت خاموش کنید و من کاربری من میدونم که این یک فونکسیونالی یک اجرایش فونکسیونالی همون اپراتور است، ولی وقتی که تو همه تفتیشات رو میگذرونی و بعدا زنگ میزنی با کال سنتر و میگویی که میبخشید دادری عزیز یا خواهر عزیز، مشکلی در من نیست، مشکلی در شماست، چون که عموما دسترسی به اینترنت است. پرسش سریرایی خبرنگاران رادیوی آزادی نشان داد که ساکنان در مورد صفت اینترنت نظرهای گوناگون دارند. اساس اینترنت یوان هیچ نداره، همش 100%. نرخ نوش چقدر؟ نرخ نوش خیلی میشه و مگابایت میگیریم 1000 سوم. اساس درون شهر اینترنت خوبه، بیرون از شهر صفت و خصوص اینترنت نیست. مسئله دسترسی به اینترنت با صفت از موضوعهایی است که پیوسته میان کارشناسان و ساکنان بحث و بررسی می شود. اخیراً قطع اینترنت در ولایت مختار کوهستانی بدخشان تاجیکستان باعث نگرانی‌های شد و آن بعد تقریباً یک ماه دیگر باره برقرار گردید. شرکت‌های موبیلی همیشه از صحبت در این موضوع خودداری می‌کنند. قریب روزی نیست که از مرگ و میر در آب و رودخانه‌های کشور خبری نشر نشود. 2 هفته باز یک ساکن دوشنبه جسد دختر 12 ساله‌اش را جستجو دارد. 2 دختر خردسال این مرد در آبانبار کنار باغ عینی دوشنبه غرق شدند. جسد یکی را پیدا کرده است. او از حکومت خواسته است آب را بندند تا جسد دختر دویمش را نیز یابند. مومن احمدی در این باره تفصیلات بیشتر می‌دهد. خودش میتونه بابستان مالی با همون خودداری که مصرف کنن دانید او داد دستگیر هم او خواه کنیم همون فرزان مادی. این ساکن دوشنبه از مقامات میخواهد چند ساعت آبی آبانباری کنار باغ عینی را خشک کند تا جسد دخترش را یابد.
منوره 12 ساله و مریم 10 ساله دختران این مرد روزی 1 ایول از اینجا افتاده غرق شدند. جسد یکی را پیدا کردند ولی از دومی هیچ نشانی نیست. با همین یاردم این تیز اومدن دستگیر کردن پختن یا خنفشه او تیز بعد ده روز یک کشورتن زنگیشون نیفتن مایدک شد او سخته کار کردن نمیتونن مقصد در اون زلال دستیم پیشانم بسوشون دقیق در کردن کنی که بعد او ما خویش میتونیم که این دستگیر کنن او وقت خواب کنن حکمت او وقت خواب کنن که مردم دو درانیم بوده که مرا بگیرم بکنن. در کمیته حالتهای فوق‌العاده گفتند در جستجو به این خانواده کمک دارند. 2 دختری خردسال نصف روزی 1 ایول باغ عینی تماشا رفته ولی با سبب نبودن پنجره به کانال آبریز در آمدند. برنامه رو پی میگیریم. با گذشت تقریبا 5 روز از بازداشت خبرنگاران عبدالستار پیرمحمدزاده و ذوقی‌بک سعیدامینی هنوز معلوم نیست که آنها در کجایند و به چی گمان برمیشوند. گذشته از این به گفته منبع‌های آزادی حالا دوستان این دو خبرنگار و افرادی که با آنها تماس داشتند به بازپرسی دعوت میشوند. همکاری ما میرزا نبی خالقزاد موضوع رو پیگیری داشت و از او میپرسیم که خبری آخر درباره قضیه ذوقی‌بک سعیدامینی و عبدالستار پیرمحمدزاده چی است؟ ببینید به اطلاع دریافتی ما و از همون گونه که زرنگیز در آغاز اشاره کردیم مقامات به پرسش بعضی از خویشاوندان و همکسبان این 2 روزنامه‌نگار آغاز کردند. مقامات در این مدت هیچ شرحی نمیدهند و کوشش‌های برای فهمیدن موقع آنها بی‌نتیجه است. منبع‌های رادیو آزادی خبر دادند که تنها در 2 روز اخیر 4 نفر از جمله 1 خبرنگار در پیوند به قضیه ذوقی‌بک سعیدامینی و عبدالستار پیرمحمدزاده بازپرسی شدند. تفصیلات پرسش‌ها گفته نمی‌شود چون از آنها خواستند به کسی لب نکشند. همصحبتان ما تنها همین را گفتند که چند سوال درباره تماس‌ها و گفتگوهای تلفنی بوده است. همین. خب در روزهای گذشته نزدیکانشون تشویش داشتند که درباره خبرنگاران بازداشت شده هیچ اطلاعی ندارند. حالا از آنها چی خبر دارند میرزا نبی؟ پیوندانشان میگویند 5 روز باز درباره در کجا نگهداری شدن خبرنگاران و در چه وضع بودن آنها اطلاعی ندارند. اتهام ضد آنها نیز معلوم نیست. هر دوی خبرنگاران ماموران شعبه کارهای داخلی در وحدت بازپرسی و دستگیر کرده شده بودند. پیش از برنامه با عبدالکریم پیرمحمدزاده برادر عبدالستار پیرمحمدزاده در این باره صحبتی داشتم و حالا یک پاره‌اش را می‌بینیم با صحبت ما را ادامه میدیم. برادرم گفته است که ماشینم رو برند فروشند ای بانک ها قرضدار هستند پولی بانک هم رو دیند. این چی قانون است، چی عدالت است، چی چیز وی هست در تاجیکستان که شهروند رو به تیپ قانون فیراد نمی کنند و با میره بویند. یک اپا هم و دودرم با MVD شهر دوشنبه رفتند و اونجا سوال کردند برادر ما رو بازداشت کردیم. دیدن گفتم برادر شما در قید نیست، هیچ کس او رو بازداشت نکرده است. من میخواهم بفهمم برادر من در کجاست. ضمناً در همین جا یک نکته را گفتنی هستم که ذوقی‌بک سعیدامینی و عبدالستار پیرمحمدزاده وکیل مدافع ندارند و به همین سبب تماس بین آنها و خویشاوندانشان کنده است و هیچ اطلاعی ندارند. بله، تشکر میرزا نبی. آدرس میشویم ماموران انتظامی در شهر وحدت روزنامه‌نگار عبدالستار پیرمحمدزاده را روز 9 ایول به بازپرسی خوانده دیگر جواب ندادند. ذوقی‌بک سعیدامینی شام 8 ایول دستگیر شده بود. جو بایدن پرزیدنت آمریکا در سفری نخستین خود به خاور میانه پس از به قدرت رسیدنش وارد اسرائیل می شود. او از اسرائیل مستقیم به عربستان سعودی می رود. این اقدام را او رمزی نامیده است. اسرائیل امیدوار است که رابطه های دیپلماتیش با عربستان سعودی بهتر خواهد شد. کیومرث عطا گزارش می دهد. ظاهراً اسرائیل می خواهد نظر پرزیدنت آمریکا را درباره رابطه های دیپلماتی میان تل‌آویو و سعودی بشنود. از بیت المقدس هواپیمای جو بایدن به عربستان سعودی پرواز می کند و از نام ما پیام صلح و امید می برد. اسرائیل به همه کشورهای منطقه دست صلح دراز می کند و ما می خواهیم با ما رابطه برقرار کنند.
تحلیلگران اسرائیلی میگویند که حال روابط دیپلماتی میان سعودی و اسرائیل وجود ندارد، ولی محمد بن سلمان ولیعهد سعودی تدریجاً به این سمت حرکت میکند. او می‌داند که عربستان سعودی دیگر نمی‌تواند کشورش را از حساب نفت تامین کند. این وضع چندان دور نیست و آنها نیاز به دیگرگونسازی اقتصاد دارند. کشوری که در این راه موفق است و شریک خوبی سعودی در منطقه می‌تواند باشد اسرائیل است. از نگاه استراتژیکی نیز یگانه کشوری است که می‌تواند پیش راه ایران و سوریه را بگیرد و سعودی این را می‌داند. انتظار می رود که پرزیدنت بایدن پس از ملاقات با رهبران دو کشور اعلان خواهد کرد که آنها از یکدیگر دفاع می کنند. فلسطینیان که به چنین اتحاد مخالفند جلب نخواهند شد. هرچند بایدن با محمود عباس رهبر فلسطین ملاقات می کند، ولی فلسطینیان از آن نگرانند که سفر او به نزاع میان آنها با اسرائیل پایان نخواهد بخشید. نشست عرب‌ها برای به اعتدال آوردن وضع بدون قطع اشغالگری خیال پردازی و سراب است و برای اسرائیل یک هدیه است. سفر بایدن را به سعودی بسیاری ها تلاش برای برقرار کردن روابط خرابگشته امریکا با این کشور پس از قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار معروف ساکن امریکا در سال 2018 هم می‌دانند. انتظار می رود بایدن برای افزایش استحصال نفت بر عوض نفت روسیه تلاش کند. فکر میکنم که آنها برای افزایش استخراج نفت گفتگو میکنند، ولی برای موفق شدن فرصت لازم است. سعودی ها میخواهند سری تهدید از ایران تمرکز شود. وقتی صحبت از ایران می رود، در این مسئله اسرائیل و سعودی تقریبا نظری همسان دارند، موضوعی که دو کشور را می تواند به هم نزدیکتر کند. برمیگردیم به تاجیکستان. ساکنان بیش از 10 خانواده در ناحیه فرخار میگویند چند سال باز در درون آب زندگی دارند. در حولی فقط موزه میپوشند و خانه ها پر از قورباغه است. مراجعت پیوسته ساکنان به مقامات بی نتیجه بوده است. محمود جان رحمتزاده گزارش میدهد. 3 سال می شود وظیفه این کودکان آبکشی از زیر خانه هایشان است. این کار را کودکان 17 خانواده در دهه حیات نوی جماعت خراسانی ناحیه فرخار اجرا می کنند. اما آنها تا کنون نتوانسته‌اند این آب را از زیر خانه و کاشانه‌شان کم کنند. برعکس روز از روز سطح آب در خانه هایشان بلند می شود. باشندگان دهه هر روز به مقامات شکایت می برند. 10 ساله در درون آب زندگی داریم. ما همه کم مبلغ داریم، در امیر از خودش میکنیم میریم میایم. 10 ساله یگم فرمان میتن میگه رئیس ناحیه دستگیریشون کنن که در عمل اجرا نمیکنن. نه رئیس ناحیه نه رئیس جماعت دستگیریمون میکنن، نه وعدخواست دستگیریمون میکنن، هیچی دستگیریمون نمیکنن. از این سیله قورباغه ها در 17 حولی آبدار دیدن ممکن است. چون این وضع ساکنان را مجبور کرده است که در خانه هایشان با موزه گشت و گذار کنند. آراسته کریمова حتی برای گرفتن آرد به جای لازمش با موزه می رود. او 3 سال است که تنها در وقت خواب یا جای سفر کردن موزه‌اش را از پایش می کشد. حالی زور بین همه جزیره اینا 3 سال شدم خیلی مینا 3 سال گندم همه در دنیا آبینا همه پری آب. 17 خانواده‌ای که از آبخیزی در خانه‌هایشان شکایت دارند در لب رودخانه زندگی می‌کنند. آب این رودخانه از دریای پنج جاری می‌شود و آن موسمی است. ساکنان حدود 6 ماه برای کشتکاری خود از این رودخانه آب می‌گیرند. با آمدن آب این رودخانه در خانه ساکنان آب پیدا می‌شود. آنها می‌گویند که چنین حالت تنها در فصل گرما است. ما می‌خواهیم که همین چوره ما را ببینند، همین بدادی ما برسند، که همین یک کاری کنند که همین عرق چی کنند که او نیاید. اخباری آزادی به پایان رسید. مقاله های خواندنی و نوار و عکس های دیدنی بیشتر را در وبسایت رادیوی آزادی و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام پیدا کنید. تا دیدار، خدا نگهدار شما.